نه که من یک مادری غمزده، یک مادری جگرسوخته، یک همی فرزند جگربندی من کشتیان که من تکیه اولش با خدا داشتم و دیگه با همین فرزندای من در شهر روسیه هم من همین دیگه حبین میکرد، همه چیز من همین تامین میکرد. امروز این کشتیان روی من با زمین موندگی. جناب عالی، من ای خدا با احترام خواهش میکنم که همین فرزندی من همین 5 قاتل کشته با جوابگری جنایتی کشیده شود. اگر همین با جنایتی جوابگری کشیده نشود، آیا با در همین قشلاق یشم واقعی حمدوده با چی کارو میشود؟ التماس خواهش دارم که مادری غمزده را و دادی من خدا درست جنابی عالی، دیگه من هیچ غرض از خدا و خودش که ندارم. خدا مقاماتی که میرم عرض من یگان کسش نمیپرسه. بالای من خریستیان فشار میارن، خریستیان دیله جنایی شکایدن، نمیگن که این زنکی غمزده را بچه 21 سالش کشتیان یا در 22 مدام سپتامبر بیت ما دست به سر این کمپیر بکنیم. بالای کار بالای کشتار این بچه خریستیان بچه ما دیله کردن، من دیله کردن که تو گاب نزنیم ده همین دعوای همین آدم کشوران ما نکنیم. برای کما نمیخواد کرده سودیان. من شکر کنم با کی مراجعت کنم؟ جناب عالی ایختت خواهش میکنم من با تو مراجعت میکنم. همین مراجعتی من تو اکل خودت میپرسیده اکل بچه 21 ساله، بچه استودنت، بچه معلم بچه. من بر روزای سیاه معلم بچه کلو کردادمه که در روزی تنگی من دوست جون به دست میگیره. حق بچه معلم بچه می، بچه استودنت بچه می، بچه جون شیرین می. من میفارده بینم که همز کرسات چخ باشه و در این استود میرم و مکتب تا میبینم تا غرم گریه کرده میرم. ای بچه جونی شیرین می، ای بچه عشق بچه می، ای بچه قلب کاش مای، ای بچه بیا کارچلک مای. علی جونه کرتت بشیشتن دادی، نمارودی خطبه کشتن دادی. اخ بچه جونی شیرین مای، اخشه بچه مای، مالین بچه مای. اخ بچه بکاچه لاک مای، اخ بچه کاگی باشه شفیده مای، بچه مای.